افغانستان زن‌ستیزترین کشور دنیا. روزی که دختران افغانستان بزرگ شوند، در این سرزمین نه دکتری هست که جان مادری را نجات دهد، نه پرستاری برای تیمار بیماران، نه مهندسی برای ساختن و نه معلمی برای آموختن. حاکمانی که مذهب را به دکان درآمدزایی و ابزار قدرت خود تبدیل کردند، آگاهانه تیشه به ریشه آینده می‌زنند. آنها با قاطی کردن سیاست کثیف و قرائت‌های ساختگی از دین، نیمی از جامعه را در حبس خانگی قرار دادند تا جهل را پایدار کنند. ظلمی که امروز به نام دین بر زنان افغانستان می‌رود، نه ریشه در معنویت دارد و نه در شریعت. این تنها تجارت سیاه با اعتقادات مردم است. جامعه‌ای که زنانش بیسواد بمانند، محکوم به سقوط، فقر و استعمار ابدی است. دین ابزار تجارت شما شد، اما بهای آن را آرزوهای سوخته یک ملت می‌پردازد. تهیه شده در مدیا کلوب.